به استودیو آن و به تیتر اول خوش آمدید. من رضا کوهی هستم. عناوین اصلی با صبا امینی. شرایط تجاری اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از طوفان الاقصی تغییرات منفی زیادی داشته است. رسانه‌های غربی صهیونیستی روایت‌های نادرستی از واقعه ترور اسماعیل هنیه منتشر کردند. انتصاب پنجشنبه شب محمد جواد ظریف به سمت معاونت راهبردی واکنش‌هایی را در پی داشت. مشروع اخبار همراه با رضا کوهی. متشکرم. بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که یکی از بزرگترین ضرباتی که بر پیکره رژیم جعلی اسرائیل پس از طوفان الاقصی وارد شده در حوزه تجارت خارجی هستش و حتی برخی معتقدند که جبران آن دست کم 50 سال طول می‌کشد. علیرضا کرمی به این موضوع پرداخت. شرایط اقتصادی رژیم صهیونیستی که بر اساس آمار بانک جهانی دولتی با درآمد بالا محسوب می شود، بخش فناوری و صنعتی توسعه یافته‌ای دارد که در مجموع تجارت خارجی قابل توجهی تا پیش از طوفان الاقصی داشت. این رژیم بخش کشتیرانی تجاری شامل 6 بندر و پایه نفتی مهم نیز دارد که موارد زیر را شامل می شود. بندر حیفا بندر اصلی رژیم صهیونیستی است که سالانه حدود 30 میلیون تن بار و بیش از 2 میلیون مسافر جابجا می کند. بندر اشدود دومین بندر تجاری بزرگ رژیم صهیونیستی است که پاسخگوی محموله‌های فله‌ای، کالاهای کانتینری و نفتکش هاست. بندر ایلات یا همان الرشراش می‌تواند انواع محموله‌ها را جابجا کند و همچنین خدمات نگهداری و تعمیر کشتی‌ها را ارائه دهد. بندر تل‌آویو یک مرکز تجاری معروف و یک بندر تفریحی است که می‌تواند چند قایق تفریحی را در خود جای دهد. بندر حضره تأسیساتی در اندازه متوسط دارد که شامل یک پایانه زغالسنگ و نفتکوره است که به 2 نیروگاه اصلی منطقه خدمت رسانی می‌کند. بندر اشکلون توسط شرکت خط لوله ایلات اشکلون اداره می شود و در زمینه خرید و فروش فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن فعال است. مجموعه این ظرفیت‌ها اما طی ماه‌های گذشته با رکود معناداری مواجه شده‌اند که عمدتاً ناشی از ناامن‌سازی آنها توسط گروه‌های مختلف مقاومت و کاهش میل شرکت‌های بزرگ برای فعال نگه داشتن خط تجاری با آنهاست. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که یکی از بزرگترین ضرباتی که بر پیکره این رژیم پس از طوفان الاقصی وارد شده در حوزه تجارت خارجی است و حتی برخی معتقدند که جبران آن دست کم 50 سال طول می‌کشد. علیرضا کرمی، رسانه تصویری آن. نماینده جنبش حماس در تهران میگوید واقعیت‌های روی زمین با روایت‌های نیویورک تایمز و سخنگوی ارتش اسرائیل در تضاد است. هدف از این روایت‌ها و اظهارات سلب مسئولیت مستقیم از اسرائیل است تا از این طریق تبعات این جنایت متوجه آن نشود. سینا سفری گزارش می‌دهد. روایت‌های غلط درباره ترور شهید هنیه با چه هدفی؟ پس از اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در تهران و شهادت اسماعیل هنیه، روایت‌های متعددی درباره جزئیات این عملیات از سوی رسانه‌ها منتشر شد. خالد قدومی، نماینده حماس در جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه جزئیات جدیدی از شب شهادت اسماعیل هنیه روایت کرد. قدومی که با روزنامه العربی الجدید گفتگو می‌کرد، روایت روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را مبنی بر شهادت هنیه بر اثر یک بمب را تکذیب کرد و گفت در ساعت 1:37 بامداد ساختمان محل اقامت شهید لرزید. من بلافاصله از اتاق خارج شدم و دود غلیظی دیدم. بعد از آن متوجه شدم حاج اسماعیل هنیه به شهادت رسیده. این مقام حماس همچنین گفت از وضعیت محل حمله و جنازه شهید هنیه مشخص بود که این حمله با یک پرتاب از هوا یا موشک صورت گرفته است. به هر حال من نمیخواهم وارد جزئیات شوم، زیرا تیم‌های فنی و تخصصی برادران ما در جمهوری اسلامی مشغول تحقیق هستند و نتایج بعداً اعلام خواهد
خواهد شد. قطنومی ضمن انتقاد از روایت‌های منحرف کننده روزنامه آمریکایی و اسرائیلی درباره کار گذاشتن بمب زیر تخت خواب شهید هنیه تاکید کرد واقعیت‌های روی زمین با روایت‌های نیویورک تایمز و سخنگوی ارتش اسرائیل در تضاد است. هدف از این روایت‌ها و اظهارات سلب مسئولیت از اسرائیل است تا از این طریق تبعات این جنایت متوجه آن نشوند. نماینده حماس با تاکید بر اینکه اسرائیل طراح و مجری این عملیات بوده و با آگاهی و موافقت آمریکایی آن را انجام داده گفت دولت آمریکا شریک این جنایت است و در جریان سفر به واشنگتن به نتانیاهو اجازه دادند که این جنایت را انجام دهد. به نظر می‌رسد تل‌آویو از ترس تبعات این اقدام می‌کوشد به انواع مختلف و با طرح روایت‌های وارونه از زیر بار مسئولیت این ترور شانه خالی کند. سینا سفری، رسانه تصویری آن. اما مروری بر اخبار کوتاه با صبا امینی. $8,345 تومان و حواله دلار نیز به 44,353 تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به 52,764 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 48,407 تومان رسیده است. قیمت 100 دینار عراق هم امروز در مرکز مبادلات 36,714 ریال است. زائران اربعین برای خرید 200,000 دینار باید حدود 7,350,000 تومان پرداخت کنند. مشاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید به روزنامه الشرق الاوسط گفته انتقام ایران در ازای ترور هنیه خسارتبار و پرقدرت خواهد بود. ایران یک اقدام مؤثر و به شدت مهم انجام خواهد داد. معتقدم که این بار اتفاق مهمی رخ می‌دهد و با رخداد قبلی در آوریل که ایران بیش از 300 موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد تفاوت دارد. معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران گفته متوسط رشد اقتصادی سالانه در 3 سال دولت 13 با احتساب درآمد نفت 5.5% و بدون احتساب نفت 4.5% را ثبت کرده است. همچنین کمترین نرخ بیکاری در چند دهه اخیر ثبت شد و به 8.1% در سال گذشته رسید و پیشبینی رشد GDP بین ایران و کشورهای منطقه توسط سازمان جهانی انجام شده که ایران با رشد 5% در رتبه نخست قرار دارد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو در خصوص ادعای مطرح شده در خصوص پنیرهای گران قیمت تولید شده از شیر الاغ را تکذیب و اعلام کرد هیچ مجوزی مبنی بر تولید پنیر از شیر الاغ حتی با ادعای درمانی از این حوزه صادر نشده است. مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت سمت گفته با توجه به ثبت سفارشات که بیش از 90,000 دستگاه بود در سال 1402 واردات حدوداً 11,122 دستگاه خودرو انجام شده و در 4 ماه اول سال جاری نیز حدوداً 10,000 دستگاه وارد کشور شده است. مهرداد خسروی افزوده اکنون 19,000 دستگاه خودرو در گمرکات موجود است. 43,000 دستگاه خودرو نیز در مناطق و در حال حمل داریم که مجموعاً 82,365 دستگاه تحت واردات و در گمرکات و در حال حمل هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی که در ایام تبلیغات انتخاباتی 14مین دوره ریاست جمهوری و روزهای پس از آن بارها تاکید کرده بود که در دولت حضور نخواهد داشت، پنجشنبه شب طی حکمی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان معاونت راهبردی رئیس جمهور منصوب شد. این انتصاب واکنش‌های متعددی را در پی داشت. مثلا روزنامه کیهان در این خصوص نوشت آقای ظریف غیر از سوء مدیریت در حوزه دیپلماسی و تحمیل خسارت‌های سنگین یک توافقنامه نامتوازن و بی‌پشتوانه به نام برجام که موجب 2 برابر شدن تحریم‌ها شد، چه تخصص و دانش دیگری مثلا در فهم بدیهیات مدیریت اقتصادی و وزارتخانه‌های تخصصی زیربط دارد که بخواهد معاونتی به نام معاونت راهبردی را برای تعیین راهبرد دولت به عهده بگیرد.
ابوالفضل زهره‌وند نماینده مجلس شورای اسلامی با ماست. آقای زهره‌وند وقت شما بخیر. محمد جواد ظریف میگفت قرار نیست پستی در دولت بگیره، اما ما حالا چیز دیگه ای رو میبینیم و مسئولیت سنگینی هم بهش واگذار شده. در این خصوص برای ما بگید. آقای زهره‌وند صدای بنده رو دارین؟ محمد دهقان سه‌شنبه شب در تلویزیون گفت سرقت این فرش‌ها در دولت 12 توسط معاون حقوقی همان دولت به قوه قضاییه اعلام شده بود و در این دولت هم پیگیری شد. خوشبختانه این موضوع در مرجع قضایی در حال پیگیری است. در گزارش اولیه دولت قبل سرقت 48 تخت فرش از کاخ سعدآباد گزارش شده بود و بعد مرجع قضایی گفتند که نه، 42 تخت فرش به سرقت رفته است و 6 تخت فرش را اشتباه گفتند، اما 42 تخت فرشی که به سرقت رفته است روشن است. متهم‌ها هم از نظر دستگاه قضایی مشخص شده و قاضی خوبی بر پرونده حاکم است و پیگیری می شود. متشکرم که امروز هم در تیتر اول همراه ما بودید. خدا نگهدار. خرابکاری این بخشش توسط نفوذ در نیروی انسانی ما صورت می‌گیره. یعنی جاسوسی داخلی انجام شده، طرف رو کاملا شناسایی کردن که این مثلا استاد دانشگاه است، این یه کارمند انرژی اتمی نیست و بعد اینا تبدیل کنن به یک عنصری که در دراز مدت براشون کار بکنه. פודנובסי הוא מנהל בסוכנות האנרגיה האטומית האיראנית. מדען גרעין, איש המשטר, מחובר בעבותות למשטר האיראני, מבחינת התפיסה האידיאולוגית. היה כנגדו ניסיון פיגוע, אבל הוא לא סופל. מה אתה יכול לספר לי עליו? שהוא חי. לא התאבד. ניסה, לא הצליח לו. חיסול כפול. שני מדענים באותו זמן, כל אחד נוסע לעבודה. מתקרב אליהם רוכב אופנוע, מצמיד מוקש קטן, מתרחק ומחכה שזה יתפוצץ. ריידון הנוסע היותר זריז, הצליח לעצור את הרכב, שולף אקדח ויורה על רוכב האופנוע, שלא קרה לו שום דבר, אבל מתחיל שם איזה שהם מרדף וחילופי אש, ולא קרה לו שום דבר, הוא ניצל. כאות הוקרה לאומץ ליבו, וגם כמובן כדי להפוך אותו לסמל,
מחמוד אחמדינג'אד, נשיא איראן, באקט סמלי ממנה אותו לסגנו. בכל זאת, מדען בכיר, אבל רק מדען, ופתאום, בזכות זה שהוא ניצל ממתנגשי המוסד, הוא, או אלה שהאיראנים מאמינים שבאו מהמוסד, הופך לסגן נשיא. به نام خدا و سلام. خوش آمدید به اتاق خبر در آل نیوز. محمد قاسمی هستم. افتخار میزبانی شما رو دارم. در کنار من همکارانم هستن سرکار خانم خراسانی و اخبار ورزشی. موضوعاتی که من بهش میپردازم از جدال بر سر جنسیت تا زنبورهای جاسوس در رقابت‌های المپیک. من نیلوفر خراسانی همراه شما هستم. و در خبرهای اجتماعی مجتبی صحتی. از انتقاد به انتصاب یک مولوی در خراسان تا لطفاً مراقب برج میلاد باشید. در بخش اجتماعی همراه شما هستم. و در سمت دیگر استودیو پیمان فریدون با رصد فضای مجازی. خانم امینی، من هم افتخار میزبانی شما را خواهم داشت با یکی از مهمانانی که در رابطه مسائل امنیتی باشون گفتگو میکنم، اما سرکار خانم امینی. بله، همراه شما هستم با اخبار موسیقی و در ادامه سینا سفری همراه شماست. میزبان شما هستم با اخبار فرهنگ و هنر. خیلی خوش آمدید به استودیو و ممنونم از اینکه استودیوان رو تماشا می‌فرمایید و اتاق خبر رو می‌بینید. در همین ابتدای بخش اتاق خبر اطلاعیه شماره 3 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیرامون جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه رو خدمت شما قرائت می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال اقدام تروریستی رژیم جنایتکارانه صهیونیستی که منجر به شهادت شهید والامقام دکتر اسماعیل هنیه رئیس مجاهد و شجاع دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس و همراه ایشان گردید، به اطلاع عموم ملت ایران میرساند: 1. این اقدام با طراحی و اجرای رژیم صهیونیستی و حمایت دولت جنایتکار آمریکا انجام شده است. 2. با توجه به تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده این عملیات تروریستی با شلیک پرتابه کوتاه برد با سر جنگی حدود 7 کیلوگرمی همراه با انفجار شدید از خارج محدوده استقراری اقامت میهمان صورت گرفته است. در پایان تأکید می شود خونخواهی شهید اسماعیل هنیه قطعی و رژیم ماجراجو و تروریست صهیونیستی پاسخ این جنایت را که مجازات سخت است را در زمان، مکان و کیفیت مقتضی قاطعانه دریافت خواهد کرد. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. خب، در خدمت دوستان عزیزمون هستیم با بخش‌های مختلف که در ابتدای برنامه هم تقدیم شما کردن. من هم یک مهمان دارم که در سمت دیگر استودیو
باشون خواهم بود و گفتگو خواهم کرد. اما اگر که موافق باشید از خبرهای اجتماعی یا از خبرهای ورزشی کدوم؟ فرق نمی‌کنه. از ورزشی شروع می‌کنیم پس. باشه. توی المپیک 2 تا مسابقه بوکس به شدت سر و صدا کرده. بوکس بانوان جریانش چی بوده؟ ایمان خلیف و لین یوتینگ 2 تا بوکسور هستن که تغییر جنسیت دادن و از مرد به زن تبدیل شدن. برای همین وقتی که با یک خانومی به اسم آنجلا کارینی مسابقه دادن، آنجلا کارینی بعد از 46 ثانیه از مسابقه انصراف میده و میگه من تا به حال چنین ضربات سنگین رو روی صورتم احساس نکرده بودم و میگه که این بازی ناعادلانه است. برای لین یوتینگ هم همین اتفاق میفته و این 2 نفر در مسابقات جهانی بوکس کلاً اجازه بازی نداشتن و در تست تعیین جنسیت رد صلاحیت شده بودن. خب از لحاظ قوانین چه شکلی کردن تو المپیک هستن اون موقع نبودن؟ آره توی المپیک میگن که اگر 12 ماه هورمون تراپی کرده باشن دیگه مشکلی نیست و میتونن بیان و بازی بکنن، ولی تحقیق علمی نشون داده که بعد از این هورمون تراپی هم اینها عضلاتشون همچنان از خانم‌ها قوی‌تره، درصد چربی عضلاتشون بیشتره و استخوان بندیشون تغییر نمیکنه. بنابراین خیلی‌ها میگن این تبعیض جنسیتیه، خیلی‌ها میگن نه برابری جنسیتیه. آره دیگه مقدار هورمون‌ها تغییر می‌کنه، اگه ساختار استخوان بندی و مایچه که تغییر نمی‌کنه که یه دونه بزنه. تو ورزشی مثل بوکس که آره تو ورزشی مثل بوکس که حالا اون روز هم داشتیم با فکری بوکس داشتیم صحبت می‌کردیم در رابطه با بوکس، میگفتیم ما همیشه موندیم که مدل امتیاز گرفتنش چجوری، اینا همدیگه رو یه دل سیر میزنن آخر سرم دست یکی رو میبرن بالا، ولی ظاهراً باید ضربه روی کلاه و روی بدن بشینه تا امتیاز گرفته بشه. خب خبرهای اجتماعی رو شما بفهم. ما چهارشنبه اینجا در مورد حواشی و بعد از ترور و شهادت اسماعیل هنیه صحبت کردیم و خیلی صحبت کردیم آقا فضای مجازی رو شلوغ نکنیم و حتی بیانیه دادستانی کل کشور هم اشاره کردیم که گفته بود که شلوغ نکنیم، با اونایی که امنیت روانی مردم رو مخدوش میکنن قرار برخورد بشه. یعنی کسایی که چیکار کنن دقیقاً؟ کسایی که به اخبار فیک دامن بزنن و یه کاری کنن که امنیت روانی مردم به هم بریزه. یه شوخی هم تو فضای مجازی کرده بودن که پنتاگون اخبار جنگی رو از کانال‌های تلگرام فارسی چک میکنه. رئیس پنتاگون اعلام کرده که نه آخه شما درست میگی، این چند روزه بعضی یه جوری واقعا استوری میذارن و پیام میدن که انگار دکمه زیر دست ایناست. یه فامیل اطلاعاتی همه ایرانی‌ها دارن. آره همه دارن که او بهش در گوشی به این گفته به کسی نگو، اونم استوری کرده گفته شما به کسی نگید. ولی واقعیت اینه که وقتی که رهبر معظم انقلاب از عبارتی تحت عنوان خونخواهی استفاده میکنن و بیانیه سپاه هم میاد، یعنی که قطعا قراره که کاری انجام بشه. کیفیتش رو اگر اجازه بدن دوستان عقلا در رابطه‌اش تصمیم میگیرن. بالاخره یه جماعتی سردار و ژنرال و ارتشبد و سپهبد و اینا هستن، کارشون همینه، یعنی تصمیم میگیرن، بررسی میکنن. اگه اجازه بدید ما در این زمینه که تا حالا از نزدیک ندیدیم، نمیدونیم تفنگ از سرش بگیریم یا از تهش بگیریم، ما در این زمینه نظر ندیم. خیلی متشکرم محمد قاسم. این اخبار خیلی حواشی داشت، از تختی صحبت‌های امیرحسین طهماسبی که حتی من خودم دنبال می‌کردم تو رسانه‌های فلسطینی هم پخش شده بود و همه منتظر بودن که ایران امشب حمله کنه. یه نفر تختی کرد خواب بچه‌ش جماعتی گرفت دیگه. خودش خواب بود ولی بقیه بیدار بود. حتی نمیدونم دیدید یا نه، رویترز تکذیبیه داد. خب تو کانال‌های تلگرامی ایرانی باز اومده بود که رویترز اعلام کرده امشب ایران با موشک‌های بالستیک حمله میکنه و پس از ساعاتی رویترز گفت من همچین خبری کار نکردم. بله. قدرت کانال‌های تلگرامی ایرانی انقدر بالاست. تازه فیلتر هم هست. خب شما بفهمید آقای خیلی مخلصم. سینه تغییر کردی. حالا بنده چشمونم راجع به صحبت می‌کنیم. آقای سفر کشکولی متاسفانه دچار عارضه قلبی شدن و چند روزه توی بیمارستان هستن. خیلی ناراحت شدم. امیدوارم که هرچه سریعتر سلامتیشون رو به دست بیارن. سفر کشکولی در پشت صحنه یه فیلم، یعنی برای بازی کردن یه فیلمی از پشت وانت افتاد چند سال پیش و دچار سری شکستگی شد و اینها، اما خیلی سریع خودش رو پیدا کرد و ورزش می‌کرد. ورزشکارن دیگه ایشون. بله اصلا ورزشکار خیلی خوبه. ورزشکار خیلی، امیدوارم که هرچه زودتر ایشالله حال عمو سفرم خوب بشه. میدیدیمش هر از گاهی حوض و اینا که میرفتیم، عمو سفر رو میدیدیم که میومد دوستای قدیمیشو میدید و اینا. همه عشق ما هم این بود که یه چاق سلامتی باش بکنیم، خیلی دوستی رفاقت اونجوری که با هم دیگه نداریم، ولی خب امیدوارم که حالش خوب بشه. و خبر بعدی گویا حاشیه‌های خانم صالحی همچنان ادامه داره. خب آقای
افخمی با وزیر ارشاد گفتگویی داشتن حالا توی یک برنامه و ازشون راجع به خانم صالحی پرسیدن. ایشون هم گفتن که ما تمام هدفمون اینه که به صورت دوستانه و رفاقت‌طور با هنرمندها برخورد کنیم و ایشون میتونن بیان و حالا طبق اون قضایی که اتفاق افتاده بررسی بشه و بعد میتونن به کارشون هم ادامه بدن. البته یه مقدار متفاوت بود. گفتن که ما بنامون بنای رفاقت هست. یعنی حتی یه بازیگر خانمی هم داشتیم که سر حجاب محکومیت گرفته بود ولی خب اظهار ندامت کرد و تونست که ادامه فعالیت داشته باشه. ولی گفتن خانم صالحی ماجراشون فرق میکنه. تا همین اواخر هم کنش‌های براندازانه داشتن و آره یه مقداری داستانشون به نظرم آقای با افخمی باید با آقای اژه‌ای صحبت میکرد. چون آقای که وزیر ارشاد که در این زمینه تصمیم گیر نیستن در رابطه با اینکه اگر کسی جرمی رو مرتکب شده باشه یا نه ایشون بخواد در این رابطه بخوان نظر بدن، ولی آقای اژه‌ای میتونستن یا دادستان محترم میتونستن کل کشور میتونستن نظر بدن که الان وضعیت قضایی ایشون به جهت ارتکاب به جرم و نسبتش با توبه و اظهار ندامت و اینا به چه شکل میشه. بالاخره ایشون وزیر ارشاد و از باب تفقد یه چیزی میگه ولی شاید نظر مقامات قضایی چیز دیگری باشه. بله. خب خانم امین بفرمایید. بله و باز هم یه ویدیوی جنجالی از بنیامین بهادری منتشر شده که حالا خانم عسکری و این اخبار فرنگی در موردش حرف زده بودیم. روی کابینت نشستن و کنسرت گذاشتن مجدد و حالا نمیدونم این ویدیو یا از حال روحی بد ایشونه که متاسفانه به نظر اینطور میاد یا برای اینه که باز سر زبونها بیفتن و دیده بشن. در هر دو صورت یه مقداری این که از بنیامین بهادری همچین چیزی رو ببینیم ناراحت کننده است دیگه. اتفاقا توی یک مصاحبه هم گفته بودن که من حاضرم بیام آزمایشگاه و آزمایش بدم اگر کسی فکر میکنه که حال مساعدی ندارم و حالت عادی ندارم. دقیقاً این ویدیوها در هر دو صورت بنیامین بهادری سالها ترانه‌سرا و آهنگساز کودک بوده. خب و اون زمانی که عروسک چرا و چیه دازده داشت شروع میکرد آقای زاکری تهیه کنندش بود و آزاده مؤیدی فرد صدا پیشه چرا بود، اون موقع بنیامین بهادری برای عروسک چرا و چیه شعر میگفت. حالا شاید مثلا این کاری هم که داشته انجام میداده مثلا میخواسته شعر کودک بگه یا مثلا کودک مثلا ببیچه بازیگوش هست که همه مثلا میخوان، شاید مثلا خواسته همچین کاری انجام بده. بله. و خیلی هم ربطی به اختلال مشاعر و این حرفا نداشته باشه ولی حالا ناراحت کننده است دیگه. بله. آره و خبر بعدی باز هم خبر ناراحت کننده از رضا رویگری که بعد از اون داستان‌ها و این ماجراهایی که داشت ویدیویی ازشون منتشر شده و گفته بودن که زنم رفته مونس تنهایی من یک عروسک است و یحتمل هم الان توی خانه سالمندانن و خب ناراحت کننده است دیگه. بله ناراحت کننده است. آن چیزی که ناگزیر کهولت سنه، یعنی آدم نمیتونه واقعا جلوشو بگیره یا مثلا اینکه بگی آقا کسی دچار عارضه‌ای نشه، اما اون چیزی که میشه پیش بینی کرد تفقد و نگاه مهربانانه و سر زدن و دلجویی و اینها از هنرمندانی است که یه مقداری از عرصه به جهت دور شدن به جهت سن بیماری و مثلا عارضه‌های جسمی دور هستن. حالا انشالله که وزیر ارشاد نسبت به آقای رویگری هم تفقدی داشته باشن. عزیزانی که در داخل کشور هستن رو ایشون هرچه زودتر در همین مدت باقی مونده دریابند. حالا برای خانم پرستو صالحی هم یک کسی بالاخره یه فکری میکنه. خیلی متشکرم و ممنون. بریم به سمت دیگر استودیو، جایی که پیمان فریدون آماده است تا رصد فضای مجازی رو تقدیم شما کنه. پیمان. ممنونم محمد جان. در رابطه با ایمان خلیف و مبارزه جنجالیش و همچنین بحث مفصلی در رابطه با حمله احتمالی بچه‌ها دور میز کردن، اما اولین خبر این بخشمون اسکوید گیم در راهه. یه تیزری از در واقع فصل جدید سریال اسکوید گیم منتشر شده و گفتن که قراره تا سال 2025 منتشر بشه. بریم با هم دیگه ببینیم. 다시 게임에 참여하시겠습니까?
خبر بعدیمون در رابطه با هوش مصنوعی و هر روز عجیبتر از دیروز. یه اتفاقی افتاده و حالا با این اوصاف که هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفته، حالا میشه دیگه عکس‌ها رو تکون داد، روشون موشن گذاشت و در واقع صحنه‌های جذابی رو خلق کرد. بریم با هم دیگه ویدیوشو ببینیم. یه سری بزنیم به المپیک و مایکل فیلیپس. لحظه‌ای که داشت رکوردش شکسته میشد، خیلی با افتخار و با قدرت داشت شناگر فرانسوی رو تشویق میکرد و این لحظه دیشب ترند شد توی توییتر و همه تشویق کردن. بریم با هم دیگه سر بزنیم به المپیک. Says he's got the best underwater moves that he's ever seen, and he needs to make a move right now on Milak, and he is. The crowd is roaring as Marchand tries to pass Milak, and he's doing it. He's passing the Hungarian. Let's go. Leon to the wall. 151-2. Come on. Put the arms up in there, baby. Give it to him. Give it to him. بله، دنیای حرفه‌ای‌ها اخلاق حرفه‌ای خودشو داره. ما این در واقع واکنش از علی دایی دیدیم، از وحید شمسایی هم دیدیم. حالا از وحید شمسایی نقل قول کردن که میگفته که بازی دوستانه بذاره تا بتونم تعداد گلامو بالا ببرم، ولی علی دایی خیلی منصفانه نقد کرد و تبریک گفت هم به رونالدو هم به لیونل مسی. خبر بعدیمون در رابطه با ویدیویی که در کانال تلگرامی سپاه پاسداران دیشب منتشر شده. یه ویدیویی از یک شهرک موشکی منتشر شد و گفتن که انتقام میهمانمان را خواهیم گرفت. بریم با هم دیگه ببینیم. للقاسي والداني قسما بدماء سليمان عهدا للقاسي والداني قسما بدماء سليمان من عزمه يشتد المحور ونمسك شيطانا أكبر والآتي على الباطل أكبر قسما بدماء سليمان. بعد از اتفاقات دیشب و منتشر شدن این ویدیو یه ترس مطلقی توی تل‌آویو حاکم شده. یه شهرک نشینی یه ویدیوی منتشر کرد توی خیابان‌های تل‌آویو: روح زنده‌ای وجود ندارد، نمیدانم چه کنم، هیچ کس در خیابان‌ها نیست. بریم با هم ویدیوشو ببینیم. תל אביב ריקה כמו שלא ראיתם אף פעם. כמו יום כיפור. همراه ما باشید. توی بخش بعدی هم قراره که این اتفاق خیلی جزئی تر و ریزتر بررسی کنیم. اما خبر آخر این بخشمون، صبا امینی توی بخش اتاق خبر اشاره کرد به رضا رویگری. خیلی از افراد اسمن سلبریتی رفتن سراغ این بنده خدا، عکسشون رو گرفتن، ویدیوشون رو گرفتن، استوریشون رو گذاشتن، ولی قراره حال روز این بنده خدا رو نشون بدیم. حالا درسته که 1 دقیقه ویدیوه، ولی تنها دردی که الان این بنده خدا داره اینه که یه خونه سالمندان نیستش که حداقل ازش نگهداری بکنه. خواسته زیادی نداره. یه شعری از دیشب ترند شده: تو چون عروسک خاموش قصه ها شده ای و من غریبه یه شهر 1000 آدمکم. بریم با هم ویدیوشو ببینیم. شرایط جناب رویگری اصلا خوب نیست. این پاشونه که انقدر ورم داره، تختشونه، این شرایط پوشک و لباس و اصلا یه چیز وحشتناک. لیاقت یه هنرمند، یه بازیگر،
یه خواننده نیست. توی حرکت کردنشون هم با عصا باید برن. حموم و سرویس بهداشتی با اینا که عملا تعطیل. الان مسئله خونه نیست، الان مسئله یک پرستار دائم. تنها باید التماس کنم یکی بیاد منو 10 دقیقه بیرون، تنهایی منو دیوونه میکنه. میخوام برم رو تخت بخوام، خود نمیتونی. میخوام بیام پایین، نمیتونم. باید همسایه ها رو منتظر. من همسرم متاسفانه رفت دیگه. از وقتی که ایشون رفت من خونم رو از دست دادم، زندگی رو از دست دادم، همه چی میرم. تونسته من الان اینه. ای جانم، ای جانم، ای جانم. سپاس از همراهیتون. بریم با همدیگه یه آیتم ببینیم با موضوع خونخواهی. محمد قاسمی میزبان شماست. ابعاد عملیات خونخواهی اسماعیل هنیه. در جریان تقابل‌های اخیر میان رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران، آنچه بیش از همه ذهن افکار عمومی را درگیر کرده، شیوه مواجهه طرفین بوده. در چنین شرایطی، برخلاف صهیونیست‌ها که عموماً با اقدامات خرابکارانه و انجام عملیات‌های تروریستی عمدتاً کوشیدند واکنش‌هایی با سر و صدای زیاد و بهره برداری تبلیغاتی داشته و برتری نمایی کنند، جمهوری اسلامی اقدام به انجام عملیات‌های ترکیبی، کم سر و صدا و با تمرکز بر زیرساخت‌ها کرده است. در این میان آنجا که ایران خواسته توان تهاجمی و در عین حال قدرت بازدارندگی خود را به رخ بکشد، با بهره‌گیری از حداقل‌های توان موشکی و پهپادی خود اثرگذاری حداکثری داشته است، مانند آنچه در عملیات وعده صادق رقم خورد. نوع عملیات‌های ایران در عین مشابهت‌ها در استفاده از موشک، پهپاد و غیره تفاوت‌هایی داشته که در انتخاب افراد مورد هدف، جغرافیایی شلیک و جغرافیایی مورد اصابت، نوع امکان و تأسیسات مورد هدف، زمان عملیات، نوع و تعداد تسلیحات محوری و جانبی مورد استفاده و غیر نیز متنوع بوده است. علاوه بر این، فرامتن عملیات، هدف‌گذاری‌های نظامی و تاکتیکی، پیام‌های محاسباتی و راهبردی عملیات و نوع، جهت، محتوا و شکل هر عملیاتی را دچار تغییرات و تا حدودی متفاوت‌تر می‌کند. به طور مثال، ایران در عملیات وعده صادق جغرافیای شلیک را از داخل ایران انتخاب کرد. نیروی عملیات کننده ایرانی بودند. نوع عملیات بسیار بزرگ و گسترده بود. اهداف عملیات و جغرافیای مورد اصابت نقاط مختلف سرزمین‌های اشغالی بود. عمدن موشک بالستیک مورد استفاده قرار گرفت. تعداد گسترده پهپادها برای ایجاد چالش در سامانه‌های دفاعی مهم و روشن بود. با این تفاسیر، ایران در عملیات خونخواهی در فرایند ترکیبی، چند مرحله‌ای و متنوع ضمن نمایش توان نظامی و تهاجمی خود، سطح جدیدتر و متفاوت‌تری از قابلیت‌های عملیاتی را به نمایش خواهد گذاشت که ممکن است ابعادی از جمله سایبری، امنیتی، حذف فیزیکی و امثال هم داشته باشد. ضمناً این عملیات هر زمان که اتفاق بیفتد، خطوط قرمز جدیدی درباره تلاش و تمایل برای ترور دیگر رهبران ارشد غیر ایرانی محور مقاومت را برای رژیم صهیونیستی ترسیم خواهد کرد و همزمان سطح جدید و عزم مجددی از حساسیت ایران درباره ماجراجویی در خاک خود را به صهیونیست‌ها و پشتیبانان آنها منتقل خواهد نمود. فروغ عسکری، رسانه تصویری آن. خب، وقت شما بخیر باشه. ممنونم از دوستان که این بخش رو آماده کردن. بعد از این اتفاق و این حمله تروریستی، تقریباً همه در فضای مجازی و کسایی که پیگیر اخبار هستند دنبال پاسخ ایران هستند. یکی از نقاط جالب و نکته‌های قشنگ این انتظار برای پاسخ، اعتمادیه که مردم کشورمون به توان دفاعی ایران دارن و با اتکا به این اعتماد است که منتظر یک پاسخ قطعی، محکم و دندان شکن هستند. و خلاصه این شبا همه چشاشون به آسمون و اون کانال‌ها رو پیگیری میکنن و منتظرن که اتفاقی بیفته. هم میدونیم که بعد از این اتفاق جمهوری اسلامی ایران خطوط قرمز جدیدی رو برای رژیم صهیونیستی ترسیم میکنه. اما اینکه ابعاد اون به چه شکلی خواهد بود و چه گمانه‌زنی‌هایی مطرح میشه و صحبت‌هایی از این قبیل رو قرار هست با جناب آقای محمد الوندی، کارشناس امنیتی مطرح بکنیم. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و تمام عوامل برنامه و بینندگان عزیز. زنده باشید. آقا ما در خدمت شما هستیم. آنچه که از ما رسانه ها و از مردم برمیاد انتظار و تحلیل و بررسی و گمان زنی است، اما اینکه چه اتفاقی به واقع میفته و حدود و ثغورش چقدر هست شما بفهمید. من یه توضیحی بدم. اول اون پلن کلان جهانی رو یه مقدار با همدیگه موشکافی بکنیم. بله. بعد از اون کلان میایم تو منطقه و بعد میایم تو نقطه و بررسی میکنیم این بحث رو. خواهش. ببین چند سالی هستش که مقام معظم رهبری دارن اشاره میکنن به پیچ تاریخی. بله. فضای دنیا هم داره به فضای چند قطبی شدن نزدیک میشه. یعنی شما از 100 تریلیون دلاری که جی دی پی دنیا هست تقریبا 17.3 تریلیون دلار به چین رسیده. یعنی چینی که 1992 3 تریلیون دلار تولید ناخالص ملیش بود با یه رشد 10.5% سالیانه اینو رسون به 17.3 تریلیون و خب این خیلی خطرناکه برای آمریکا که یک چین در این زمان تقریبا بازه 30 ساله خودش رو به این سطح رسونده و این زنگ خطری شد برای آمریکایی‌ها. نکته بعد خب قوت نظامی روسیه هست، کره شمالی هست و قدرتی که ایران داره هم از جهت تمدنی و هم از جهت ادبیات مقاومت و انقلاب اسلامی. این فضا باعث شد که آمریکا در سند امنیت ملی خودش در سال 2021 تجدید نظر بکنه و ایران رو به عنوان دشمن از سند امنیت ملی خارج کرد و مهار ایران رو سپرد به انگلستان و اسرائیل. مهار روسیه رو سپرد به ناتو که از طریق اوکراین مهار بکنه روسیه رو و در سند امنیت ملی خودش مهار چین رو خودش بر عهده گرفت. ایران رو هم خب داد به چون به صورت سنتی انگلیسی‌ها 200 سال در ایران همه کاره بودن و رئیس جمهور عوض می‌کردن، آدم پادشاهی عوض می‌کردن، می‌آوردن و مسلط بودن به فضای ایران. از اون ورم خب رصد با انگلیس و عملیات هم با اسرائیل که رگه‌هاش رو در شبکه ایران اینترنشنال و خدمت شما عرض شود که اون دروغ‌های انبوه خبری که پمپاژ میشد در این شبکه رو ما در سال 1401 شاهد بودیم. خدمت شما عرض شود که این فضای کلان بوده که یه برنامه هم داشتن. برنامهشون این بوده که ببینید برنامهشون این بوده که چین رو با تایوان مهار بکنن. حالا تایوان کی هستش؟ تایوان از خود تمدن چینه. یعنی مخالفان مائو بعد از انقلاب چین رفتن فرار کردن رفتن تایوان و تقریبا سال حالا فکر کنم 20 سال پیش بود یا 15 سال پیش بود آمریکایی‌ها هم چین یک پارچه رو پذیرفتن. الان زدن زیرش. الان که دیدن اوضاع داره به سمت چند قطبی حرکت میکنه الان باش مخالفت کردن. تا بناشون بر اینه که چین رو با تایوان مهار بکنن. ببینید اگر بین چین و تایوان جنگ بشه چون جنگ درون تمدنی چین چه ببره چه ببازه بازنده اصلی چینه. روسیه رو با اوکراین مهار دارن میکنن. ببینید رأس تمدن روسیه در اوکراین قرار داره. اون مصاحبه‌ای که آقای کارلسون انجام داد بهمن یا دیماه پارسال بود با آقای پوتین و ایشون اشاره کرد تو اون مصاحبه که با اصل تمدن روسیه تو اوکراینه. اینا روسیه رو با اوکراین میخوان مهار بکنن، یعنی با درون تمدن خودشون میخوان مهار بکنن. و یه برنامه هم دارن که ما رو هم از درون تمدن خودمون مهار بکنن، یعنی حضور رژیم صهیونیستی در کشورهای منطقه در شمال ایران و مهار ایران از اون طریق. درست. آقای دکتر من چون هم یه مقدار نگران گستردگی بحثم و هم باید زمان رو مدیریت بکنیم خواهش می‌کنم که با سرعت بیشتری پیش بریم که به پاسخ من هم برسیم. این فضای کلان بود و تا اینکه یه اتفاقی افتاد 7 اکتبر اتفاق افتاد و اسرائیلی بود که قرار بود که ایران رو مهار بکنه خودش درگیر یک جنگ بزرگ شد.
جنگی که موجودیتش رو به خطر انداخت و آمریکایی که فشار آورده بود به جبهه روسیه الان مجبور شد فشار رو برگردونه بیاره رو محور اسرائیل و یه مقدار هم تمرکزش از چین برداشته شد و این افزایش تنش اصلا به نفع آمریکا نبود، چون از محور روسیه داشت غافل میشد و فشار هم بر کشورهای اروپایی و ناتو داشت زیاد میشد. یعنی عملا 7 اکتبر اومد این زمین بازی که آمریکایی‌ها طراحی کرده بودند که این سه تا کشور رو از طریق درون تمدن خودشون درگیر بکنن و از بین ببرن یا تضعیف بکنن که دوباره قدرت آمریکا و جبهه غرب و استعمار دوباره بتونه احیا بشه، با عملیات 7 اکتبر این کلا به هم خورد. این اسرائیل که خودش هد مدیریت یکی از این محورهای چند قطبی بود، خودش درگیر ماجرا شد و خب وقتی درگیر ماجرا شد، اسرائیل 6 تا جنگ رو با اعراب راه اندازی کرده بود و در 6 تا جنگ پیروز شده بود. الان با یک گروه در یک باریکه کوچک به اسم غزه درگیر شده و الان بیش از 300 روزه که نتونسته به این گروه تفوق پیدا بکنه و برتری پیدا بکنه. از اون ور شما حزب الله رو میبینید که خدمت شما عرض شود که از اون سالی که بیروت تصرف شد و اینها به عنوان یک گروهک کوچک بودن، شکل گرفتن. حالا هم امام موسی صدر گم شده بود، هم شهید چمران شهید شده بود، بیروت تصرف شده بود. اینا اومدن در هسته‌های مقاومت کوچیک شروع کردن اسرائیل رو عقب زدن. اون اتفاقات برای آمریکایی افتاد در بیروت و در نهایت اینها مجبور شدن عقب نشینی کنن تا جنوب لبنان. سال 2000 هم که جنوب لبنان آزاد شد و الان مونده بحث رودخانه لیتانی که الان حزب الله وارد رودخانه لیتانی و پایین رودخانه لیتانی شده. یعنی عملا نگاه بکنید، اسرائیل با این همه عظمت تکنولوژیکی و این همه حمایت ناتو و آمریکا الان توی یه ورطه‌ای افتاده که از پس 2 تا گروه بر نمیاد. اسرائیلی که با 6 تا کشور همزمان درگیر شده بود در جنگ عرب و اسرائیل و هر 6 تاشو پیروز شده بود، الان از پس 2 تا گروه بر نمیاد. بنابراین اینها اومدن چیکار کردن؟ گفتن که خب این ادبیات مقاومت شکل گرفت. نکته اینجاست، ببین ادبیات مقاومت هم برای چین هست، هم برای ایران هست، هم برای روسیه هست. اینا میخوان این مقاومت رو بشکنن، یعنی میخواد این چند قطبیه میخواد انجام بشه. ما داریم در برابر نظام سلطه داریم مقاومت میکنیم. این فضای مقاومت رو که الان محوریتش در خاورمیانه دست ایرانه، میخوان این معنا و ادبیات مقاومت رو بشکنه. یعنی اگر من بخوام ترور رو معنا بکنم، ترور شهید اسماعیل هنیه رو میخوام بگم که هدفش شکستن معنای مقاومت. یعنی ما هد مقاومت رو زدیم، جوری زدیم که حیثیتش به باد بره، تو خونه خودش هم زدیم. یعنی اینجوری میخوان به نحوی فضای روانی امنیتی رو در اسرائیل زنده بکنن که ما هنوز دست برتر رو داریم و هنوز ما میتونیم اقداماتی بکنیم که به قول خودشون حالا ایران رو بتونن مهار بکنن. این پازل کلان بحث که از تقریبا شاید 20-30 سال پیش شکل گرفته و اینکه عملیات 7 اکتبر اومد و این فضا رو به هم زد. حالا این ترور مزید بر علت شد که اینا بخوان هد مقاومت رو، حیثیتش رو زیر سوال ببرن و بگن که شما دیگه کاری از دستتون بر نمیاد. خب قاعدتا انتقامی که از شهید اسماعیل هنیه به حالا خونخواهی ایشون قاعدتا انجام خواهد شد، متفاوت خواهد بود نسبت به عملیات بعدالصادق. اونجا یک معنای دیگه القا میشد، اینجا یک معنای دیگه القا میشه. اونجا فرماندهای نظامی ما تو خاک خودمون بودن، اینجا رأس محور مقاومت حماس بود. ببینید رأس محور مقاومت حماس رو بخوان در کشوری که خودش داره معنای مقاومت در برابر امپریالیسم رو داره پمپاژ میکنه تو اون کشور بزنه، اصلا معنا کلا متفاوته با عملیات بعدالصادق 1 و کلا فضای حیثیتی شده. بنابراین به نظر میاد که آن چیزی که ایران قطعا پاسخ خواهد داد به
این عمل ظالمانه یک عملیات قطعا حیثیتی خواهد بود، یک اعاده حیثیتی بکنه تو حد مقاومت، معناش رو دوباره ترمیم بکنه، اون معنایی که از ایران وجود داشته. حالا به چه شکلی خواهد بود، به چه کیفیتی خواهد بود، قاعدتاً با توجه به حالا شرایط و واقعیت‌های میدانی و بحث‌های امنیتی و سیاسی و شرایط جهانی و اینها، به یک کیفیتی به نظر میاد که اولا به نظر میاد که احتمالاً فرایندی باشه. یعنی چی؟ یعنی زمانمندی داره، یعنی احتمال داره چند مرحله‌ای باشه. بله. با توجه به شرایط چند مرحله‌ای باشه، ترکیبی باشه، پیچیده باشه، یعنی شامل عملیات سایبری باشه، شامل عملیات امنیتی باشه، شامل عملیات نظامی باشه که ببینید عملاً این محور شرارت، این قده سرطانی رو، ناکارآمدیش رو به مردمش نشون بده. جلو مردمش تا الان که ناکارآمد بوده، یعنی در پاسخ به محور مقاومت تا الان ناکارآمد بوده. کسی که ادعای پیروزی در برابر 6 تا کشور رو داشته، حوثی‌ها به اصطلاح خودشون یه گروهن، حزب الله یه سازمانه، حماس یه گروهه، از پس گروه ها بر نیومده. احتمالش هست که این دوره ما اقدام به حذف فیزیکی هم بکنیم؟ به نظر میاد برای اینکه اون معنا رو ما بتونیم القا بکنیم، به نظر میاد یا این توقع میره؟ هم توقع وجود داره، هم این احتمال وجود داره که عرض کردم عملیات چون بحث ترکیبیه، یعنی باید اولا اون حیثیت بازسازی بشه، دوما دیگه به ذهن اینها خطور نکنه که بخوان بار دیگه از این غلطا بکنن. بنابراین به نظر میاد که گزینه حذف فیزیکی هم توی گزینه‌های محتمل وجود داشته باشه. این کلان اون پازلیه که به نظر من از اون رأس، از اون کلانش بخوایم بیایم پایین. حالا من خیلی مختصر و مفید سعی کردم که خدمت بیننده‌ها عرض بکنم. درست. خیلی متشکرم، ممنون. حالا یه چیزی هم برای خود ما جالبه، نمیدونم چرا همه مردم منتظرن شب این اتفاق بیفته. یعنی اگر که ایران میخواد پاسخی بده، من روز نمیتونه این پاسخو بده. به نظر میاد عنصر غافلگیری قطعا مهمه. سری پیش شب بود، این دفعه ممکنه یه اتفاقی تو روز بیفته. هر ساعتی ممکنه که این اتفاق بیفته دیگه. بله، اصلا یکی از بحث‌های تاکتیک‌ها و راهبردهای جنگ اصل غافلگیریه. و اینکه مثلا ما در رابطه‌اش صحبت میکنیم و پیش بینی میکنیم، خیلی از کارشناسا صحبت میکنن و اینها، از اون طرف هم طبیعتاً داریم رصد میشیم و برنامه‌ها رو میبینن و اینها. آیا ممکنه که یه مقداری این صحبت کردنهای ما و حدس و گمان‌ها اونها رو تو لاک دفاعی ببره و کار رو برای ما سخت‌تر بکنه؟ ببین قاعدتاً این هست، بالاخره سناریوهای مختلف میتونه مطرح بشه، چه سناریوهای هجومی چه سناریوهای دفاعی. یعنی بسته به شرایط و موقعیت و زمان و به قول معروف شاید مثلا یه مدلی باشه که ما تصورش نمی‌کنیم، بالاخره این احتمال هم میره. ما که سواد مثلا خودم و بقیه عزیزانی که در فضای مجازی هستن، میخوام بگم که ما طراح جنگ نیستیم، اصلا استراتژی حمله و دفاع و پاسخ و اینا رو که بلد نیستیم. یه گمان زنی‌های ذهنی، یه مقدارش هم هیجانه و یعنی امکان داره یه گزینه‌ای که اصلا تو ذهن هیچ کس خطور نکرده باشه بخواد اتفاق بیفته. آره، وگرنه اگه به همین سادگی بود که تو این کلام و گفته شما اتفاقای دیگه میافتاد. چه توصیه‌ای برای مردم و کاربران فضای مجازی دارید در این شرایط؟ ببینید، فضای مجازی میتونه حاشیه پیام رو هم تقویت بکنه هم تضعیف بکنه با اخبار خوب یا اخبار بد و القای فضای روانی مثبت یا منفی. من توصیه‌ام اینه که اولا کاملا، یعنی از سیاست‌های کلان کشور حتما باید تبعیت بکنن و نکات منفی که حالا شاید یه نکات خاص مثلا فرهنگی یا اجتماعی باشه، بشه یه حاشیه‌ای بخواد ایجاد بکنه رو بهش ابدا نپردازن و اصلا به صلاح نیست در این شرایط و این مسائل رو رعایت بکنن. یعنی از سیاست‌های واحد کشور شورای عالی امنیت ملی و
خدمت شما عرض شود که نهادهای امنیتی و نظامی تبعیت بکنن. بله. خود سرانه کسی کاری نکنه. بله. خیلی متشکرم و ممنون، دست شما درد نکنه. نکته‌ای هست بخواید اضافه بفرمایید؟ ممنونم. نه سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکر. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد الوندی، کارشناس امنیتی. دیگه ما همه آنچه که باید از تحذیرات و گفت و شنودها و حدس و گمانهای استاندارد در این رابطه رو گفتیم. امیدواریم که کاربران فضای مجازی هم مراعات احوال رو بفرمایند. بریم تیزر جی پی اس رو هم دیگه ببینیم و باز میگردیم در خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم. ممنونم. پلنی بود که MI6 داشت برای زمین زدن حماس. این بعدها افشا شد. یکی از خشن‌ترین و کثیف‌ترین جنگ‌های تاریخ معاصر ما بوده. یعنی واقعاً انواع اقسام جنایت‌ها اتفاق افتاده، هیچ جای امنی وجود نداره، 90% مردم آواره شدن. آسیب دیدن، یعنی 78% خانوارها یا کشته یا مجروح دارن، یعنی همه آسیب دیدن. تصمیم حماس درست بود، حمله 7 اکتبر درست بود یا درست نبود، شما فلسطینیا بگید. با همه این وضعیت بازم نمیشه گفت که مقاومت رو نادیده گرفت. این یک واقعیتیه، ما بحث ایدئولوژیک نداریم. تلاش کردیم روی نمودار همه رو بگیم. همون مردم گفتن عدد نزدیک بالایی، مثلا 30 خورده درصد گفتن که 7 اکتبر مثلا اشتباه بوده، یا مثلا عدد بالایی گفتن که بعضی از اعمال 7 اکتبر جنایت. همون مردم در نظر سنجی ها 59% در مجموع فلسطین، 64% در کرانه، 52% در فلسطین در نوار غزه میگن حماس برگرده. خیلی مهمه. مردم فلسطین در مورد ایران و نقش ایران و عملکرد ایران در این 9 ماه 10 ماه جنگ چی گفتن؟ وقتی مردم فلسطین مشروعیتی براشون نداره آمریکا و هیچ جایگاه آمریکا میتونه بی‌طرف باشه و مثلا واقعا دفاع بکنه از مردم فلسطین، مردم فلسطین رو قبول نداره. ممنون که با ما همراه هستید. متشکرم از محمد قاسمی و آقای الوندی، کارشناس مسائل امنیتی. نکات خیلی خوبی رو مطرح کردن. برگردیم به میز خبر با سرکار خانم خراسانی. خانم خراسانی بفرمایید که دو تا خبر ورزشی. این قضیه زنبورا رو من بگم که کره جنوبی تیم تیراندازی با کمان بانوانش با چین مسابقه داشته که حالا خیلی بازی حساسی بوده، چون اول کره جنوبی 4-0 عقب بوده، بعد میشن 4-4 تو شوتاف کره جنوبی قهرمان میشه و طلا میگیره و 10مین قهرمانی متوالیش هم هست توی این زمینه. اما موقعی که تیرانداز کره جنوبی داشته تیراندازی میکرده و خیلی هم حساس بوده، می‌خواستن مساوی میشه مساوی نمیشه، میبازن چی میشه، یه دونه زنبور میاد روی انگشت اشاره این تیرانداز میشینه و تمرکزش رو به هم میزنه و امتیازش میشه 9 به جای 10 مثلا. خب خیلی حساس بوده. حالا قضیه موقعی جالب میشه که تیم کره جنوبی دوباره مردانش وقتی با چین مسابقه شدن دوباره همین اتفاق میفته. یعنی هم برای زنانشون هم برای مردانشون، هم مردان توی تیراندازی با کمان، که باز هم حالا تیراندازی با کمان مردان کره جنوبی به فینال میرسه، ولی خب خیلی شوخیایی شده بوده که مثلا این زنبوره کار خود چین بوده و جاسوس چینه و از اینجور حرفا، که البته شایعه بود ولی خب بامزه بود. یه خبرم من بگم به نقل از روزنامه جمهوری خبر داده که سرکنسولگر افغانستان در مشهد معرفی شده و به جای کنسولگر اصلی اومده و اون سرپرست این نفر اومده. حالا این خبر تا اینجاش مهم نیست، این نفر جدید مهم نیست. جای نفر قبلی اومدن که نفر قبلی اسمشون دکتر سلیم بوده. دکتر سلیم حالا طبق نوشته روزنامه جمهوری شخصیه که چند وقت پیش یک عکاس ایرانی رو با نیرنگ و با پنهانکاری به داخل کنسولگری ایران در مشهد میکشونه و تا حد مرگ رو شکنجه میکنه. آره، یعنی خبر تا اینجاش اینه که شکنجه میکنه و اگه این خبر افشا نمیشده ممکن بوده که این عکاس ایرانی گروگانگیری کرده تقریبا. بله، و این عکاس ممکن جونش رو از دست بده حتی، و طبق چیزی که حالا روزنامه جمهوری نوشته بدون هیچ پیگردی هم به افغانستان برگشته. چقدر وحشتناک. آره، یه اتفاق عجیبی بود که کاش یکم حواشیش بیشتر بهش پرداخته بشه، مثلا قضیه چی بوده. آره بفهمیم. پیگرد قانونی باید داشته باشه دیگه، گروگانگیری حتما یک پیگرد قانونی باید داشته باشه. حالا یه مدتی هم نگهش داشته، شکنجه کرده تا سر حد مرگ. خب جاسوسی می‌کرده اون عکاسه، چیکار می‌کرد؟ اصلا هیچ خبری روزنامه جمهوری تکمیلی راجعش ننوشته. تهمت زدن. آره، حالا ببینیم چی میشه دیگه.
شما خبر دیگه دارید؟ آره، سپاهانم که قرار در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان شباب الاهلی باشه. من این اسم همیشه اشتباه میکنم. برگردیم. و حالا میدونین که سردار آزمون هم در شباب الاهلی داره بازی میکنه و خب قبلا سابقه بازی توی نقش جهان رو داشته، ورزشگاه نقش جهان سردار آزمون. و بعد ببینیم که این بازی چه جوری میشه دیگه. اصلا سردار آزمون مثل این که سابقه بازی برای خود سپاهان هم داشته. یعنی بازیکن سپاهان بوده؟ آره. انشالله که ببینیم چی میشه. و امیدوارم که سپاهان عزیزمون ببره. آره واقعا. یه خبر دیگه من بگم. یک نامه منتشر شده در فضای مجازی که خطابش به دکتر زاکانی بوده و رونوشتش به مهندس چمران. ابراز نگرانی کردن از به تعویق افتادن پایش سلامت برج میلاد. میریزه؟ حالا نگفتن که میریزه یا نه، اما اشاره کردن که از تجهیزاتی که توی بتون ابزار اندازه‌گیری تو بتون بدنه برج میلاد استفاده شده یا قرائت نمیشن اون ابزار اندازه‌گیری اصلا از کار افتادن. مهندساش کیا بودن؟ 3 تا مهندس این نامه رو امضا کردن. مهندس عباس زرکوب، دکتر بهروز گتمیری و دکتر محمد رضا اسلامی. و جالبه که حالا خبر خیلی طولانیه، نامه خیلی طولانیه. هر 3 نفرشون گفتن که حاضرن بدون دریافت هر گونه وجهی بیان کمک کنن، چه درباره گودبرداری ضلع شمالی برج میلاد که نگران فونداسیون برجن، چه راجب خود سازه. خیلی نگران شرایط برج بودن. حالا خواستن که بررسی بشه و شرایط برج این پایش 1 ساله برج رو منتشر بکنن. خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنون که تو این بخش همراه ما بودید. دعوت میکنم در سمت دیگر استودیو برای رصد فضای مجازی همراه با پیمان فریدون باشین. مجتبی از سپاهان و سردار تا زاکانی و چمران، خبری که در رابطه با برج میلاد مجتبی گفت و حالا باید ببینیم که اصلا مدیرعامل برج میلاد واکنشی داره نسبت به این قضیه یا نه. خبری که تو این بخش می‌خوایم باهاش شروع کنیم، مارتا خونسرد باش. ماجرا چیه؟ دیروز توی بازی بانوان اسپانیا و برزیل توی المپیک یه بازیکن اسپانیایی به مارتای 38 ساله میگه بسه دیگه نمیخواد تو مستطیل سبز باشی، برو به زندگیت برس، برو نمیدونم بچه داری کن. از سر این قضیه هم یه خورده بنده خدا عصبانی شده و با پا رفته تو صورت بازیکن حریف و طبق معمول اخراج میشه دیگه با این حرکت. و حالا عکسش هم پشت سر من مشاهده میکنید. ویدیویی در نیامد از این ماجرا، یعنی خیلی دوست داشتم بیارم براتون و با هم دیگه یه بار دیگه این صحنه رو ببینیم، ولی خب صرفا یه عکسی بیشتر در نیامده. خبر بعدی اون از تمرینات کشتیگیرامون تو پاریسه. ماجرا چیه؟ یه آهنگ مازنی گذاشتن، صفر دارن تمرین میکنن. بریم با هم دیگه ببینیم. این هم یکی از همون امکاناتی بوده که آقای دبیر بهش اشاره کرده بود قبل از شروع مسابقات و ستاد روحیه دهی بوده ظاهرا این اتفاقه. خبر بعدی اون تمسخر کامالا هریس توسط ترامپ یه جا میاد ادای هریس رو در میاره و ماجرا اینه، داره توی یه راهروی حرکت میکنه و گوشی میذاره رو اسپیکر و انگار مثلا خیلی اتفاقی داره با باراک اوباما همسرش صحبت میکنه. بریم با هم دیگه ویدیوشو ببینیم. Kamala. Hi. Hey there. Oh, hi, you're both together. Because everything about Kamala Harris rollout, it's phony and it's fake. Did you see when President Obama and Michelle called? Did you see? Hello? Hello? Yes. Yes. Who is this? Oh, this is Michelle and Barack. Oh. So surprised to hear. They got 4 cameras in front. Oh, I'm so surprised. It's on speakerphone. Listen, we just want to congratulate you on destroying Joe Biden. I mean, on winning the... بله آقای ترامپ، شمایی که در قد و قامت یه رئیس جمهور ظاهر شدید خنده‌دار نیستش، به نظرم خیلی بی اخلاقی و بی ادبیه.
شما حرمت حداقل رقیبتون نگه نداشتید دیگه، چه انتظاری ما از شما داشته باشیم؟ خبر بعدیمون واکنش ها به حمله احتمالی. قراره چند تا توییت رو با هم دیگه مرور کنیم. اولی سید محمد مرندی مشاور وزارت خارجه توییتی زد و گفتش که اسرائیل رو ترک کنید، موشک ها در راهند. توییت بعدیمون از صفحه رسمی رهبر انقلاب، یه توییت در واقع قدیمی خودش رو پین کرد و موضوع توییت هم اینه: رژیم صهیونیستی رفتنی است. توییت بعدیمون از اسرائیل رادار، زده که تلویزیون ایران وعده حمله خارق‌العاده رو خبر داد. آیا جنگ روانی است؟ حالا شاید یه گریزی زده به عملیات وعده صادق یک که یه چند روزی جنگ روانی بود دیگه. اما دختر اسماعیل هنیه: نتانیاهو منتظر موشک ها باش. توییت بعدیمون از ترور آلارم که همیشه گندگی میکرد، یه خورده که نه خیلی میومد مثلا گنده تر از دهنش حرف میزد، اما یه توییتی زدش که ظاهرا خودش هم ترسیده. میگه حالا میگوید ساعت بحرانی در پیش است و برای اسرائیل دعا کنید. کی براتون دعا کنه؟ اصلا این کسی مونده؟ اون وضعیت شهرتون بود دیروز که گفتن کلا شهر مرده، یعنی اصلا همه فرار کردن رفتن. توییت بعدیمون از نور نیوز، رسانه شورای عالی امنیت ملی، یه توییتی زده با این عنوان که عملیات قطعی است. موضوع چیه؟ انجام عملیات تنبیهی بر علیه رژیم اسرائیل در زمان و شیوهی که مشخص شده به طور قطع انجام می شود. نشانه ها رعدی است که نوید دهنده برق آتش انتقام است. بریم سراغ خبر بعدیمون در رابطه با مجری شبکه 3. دیشب یه ویدیو خیلی وایرال شد که در واقع ماجرا این نیستش. این ویدیو تقطیع شده و به این صورت بیرون اومده. بریم با هم دیگه ببینیم. حول و قوه الهی در ساعت‌های آینده جهان شاهد صحنه‌های محیرالعقول و اتفاقات بسیار مهمی خواهد بود که این صحنه‌ها. خبر آخر این بخشمون در رابطه با علیرضا نیکبخت واحدیه. گفته که من یکی از بهترین مدل ها هستم. این آدمای فوتبالی نیستم که 100 میلیون 200 میلیون پول بگیرم بیام در مورد یکی مسابقه کنم و برم دنبال زندگیم. فقط من نمیدونم ایشون مدل کجاست. یعنی بیشتر حالا با این ویدیویی که با هم دیگه میبینیم شبیه سیندرلا و سفید برفی مناطق محروم شده. بعد ادعا کرده که من فیس خوبی دارم، من چهره خوبی دارم و خیلی هم از وضعیت کاری که دارم راضیم. یه دقیقه بریم با هم دیگه ویدیوشو ببینیم. سپاس از همراهیتون. صفحه برنامه رو به آدرس آن نیوز مدیا دنبال کنید. من توی این بخش از شما خداحافظی میکنم، اما یه آیتم داریم با موضوع ترور شهید مجید شهریاری. המדען השני, אותו הצליחו להרוג, הוא נהרג בפיצוץ. Dr. Majid Shahriari was killed on the spot by a car bomb early Monday. אשתו נשארת בחיים. היא שם כדי לספר לכל שאר עמיתיו ובטלוויזיה מה שקרה. امروز اتفاقی من با ایشون همراه بودم. ساعت حدوداً 7 صبح ما از منزل خارج شدیم. دکتر جلو نشسته بودن کنار راننده و من عقب بودم. من دیدم یه موتوری که دو سوار داشت. زودتر از دکتر پیاده شدم. قصد داشتم که در جلو رو باز کنم که دکتر زودتر پیاده شه. بمب تو صورت من منفجر شد و منو پرت کرد. و من خب میدونستم که تموم شد. הדבר הזה מכניס יראה, פחד משתק בלב של רבים אחרים. הם פשוט אומרים, לא שווה לי יותר. خب تشکر میکنم از پیمان فریدون. خانم امینی هم با ماست. اگر خبری مونده در بخش پایانی؟ بله یه خبری مونده. حمید حامی خواننده سرشناس پاپ کلاسیک، حالا میشه گفت پاپ سنتی که نه، پاپ کلاسیک، در حالی که الان توی تور کنسرتاش توی کانادا بوده، شب گذشته روی صحنه در کانادا اعلام قطعی خبر مهاجرتش رو میگه.
و متاسفانه حمید حامی هم از ایران رفته. البته یه گمان زنی های اینجوری بود که حمید حامی هم مهاجرت کرده، ولی خب دیشب خودشون به طور رسمی. البته مهاجرت حق هر آدمیه. آدم ها تصمیم میگیرن که هر جا که براشون بهتر باشه زندگی بکنن و خیلی نمیتونیم آدم ها رو محکوم کنیم به اینکه چرا مهاجرت میکنید. اما حمید حامی در برنامه‌های زیادی ما با هم دیگه بودیم. پسر بسیار بسیار با اخلاق، مهربون و صدای فوق‌العاده، سواد بسیار خوب، مؤدب و متین. براش آرزوی موفقیت میکنیم و دوست داریم که به زودی صداش رو و ترانه‌های خاطر انگیزش رو با اون ملودی‌های دوست داشتنی در کشورمون دوباره بشنویم. سینا؟ خانم رابعه مدنی هم از سازندگان فیلم بی بدن ناراحت شدن و گله کردن، گفتن حداقل دل مادر بزرگ رو نمیشکستید و حرمتش رو نگه می‌داشتید. گویا ایشون توی افتتاحیه دعوت نشدن و اسمشون به عنوان سایر بازیگرها یاد شده توی تیتراژ، با اینکه شروع فیلم با بازی ایشونه و گفتن که حداقل. و نکته جالب‌تر اینه که گفتن که تا الان حرفی نزدم چون نمیخواستم شایعی برای فیلمتون ایجاد بشه و فروشتون کم بشه، فقط میخوام که ادب رعایت کرده باشم. خیلی متشکرم، ممنون. با شما خداحافظی میکنم. با شما خداحافظی میکنم. ممنون که امروز هم همراه ما بودید. از شما بیننده های عزیز هم ممنونم که امروز با ما همراه بودید. خواهش میکنم که صفحه فضای مجازی ما رو دنبال بفرمایید و ویدیوها رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. بعد از اتاق خبر روزنامه 13 مرداد رو مرور خواهیم کرد. وقت بخیر، خدا نگهدار.